حادثه‌ای که رخ داد مثل ازی که دیروز باشه به ما است. حادثه خشن و دردناک نه تنها به ما و به فامیل، من فکر میکنم بر تمام افغانایی که وطن دوست است بوده و هست تا به امروز. البته وقتی که این حادثه صورت گرفت 18 سال داشتم و یادم میاد که احساسی که برم رو داد مثل ازی بود که زمین به لرزش آمده باشه و فضای باشه بدون هوا و اکسیژن. البته زمان تا یک اندازه شما را قوت میده تا ای که بتانین که به او احساسات عادت بکنین و نفرهای نزدیکی از دست دادین تحملش داشته باشین. مولدار روز دردناک است یا برای همه ما افغان است و یک چیز که البته کمک کرده به این مورد این بوده که ما دیدیم نه تنها سیاست های بابیم از ابایم بلکه دیدش و افکارش امروز خجسته به یاد گرفته میشه و گرامی یادآوری میشه از او و مردم امروز از او همچنان استقبال میکنن. آخرین باره که شما پدرتان را دیدین چی وقت بود و چی خاطره به یاد دارین از آخرین دیدارتان؟ بخاطر بابیم ابایم به ملل متحد بود تقریبا 4.5 سال. از 92 تا به 96 ما بابیم ندیده بودم. آخرین بار که از بابیم شنیدم از طریق ساتلایت تلفن بود، تلفن ساتلایت که به ملل متحد ما فکر میکنم وجود داشت، میآوردن که هفته یک دفعه همراه ما صحبت بکنن و شب پیشتر بود که به شهادت برسم. من یادم میاد چون پرسان کردم طالبان به 40 کیلومتری سروبی رسیدن، از کابل 40 کیلومتر دور هستن، چی فکر میکنین؟ من گفت بچیم وقت ندارم، پس مادر و خورایت بگرد تو ولیت مستی مثل بچیم وارستی تو سر تو حساب میکنم و حالا که فکر میکنم من نمیفهم که برام البته یک مسیج داره بودن که پس نمیاین، اما مو وقت به شکل کتم گپ زدن، نمیخواستن سر مسائل سیاسی بپیچن. هم که گفتم من میخوایم کتت گپ بزنم، پس مادر خورایت بگرد در سایت بخوان، پس به تماس میباشیم. خلاص زمانی که شما 18 سال داشتین و گفتی خود شما، من در یک جای خواندم که شما در هند بودین با فامیلتان و خبر کشته شدن پدرتان و رئیس جمهور ازبق افغانستان به شما رسید. چگونه یک لحظه بود همون وقت؟ درست میگین، به هند بودم. من فکر میکردم همه افغانایی که عزیزان خود از دست دادن مرا درک میکنن، به خاطر ازی که اول شما یک صدمه عجیب غریب میبینین، یک شوک که قابل باور نیست براتون و مثل از یک زمین شور خورده باشه و کس زمین از زیر پایتون گرفته باشه. متکی میباشین وقتی که پدرتان میباشه به یک نفر، میفهمین که یک پشتیبان وجود داره، اما یک دفعه میبینین که میدان خالی شد، یک خالیگاه عظیم پیدا شد که در اونجا باید شما رایتان و گامتان پیدا بکنید. اون تو یک احساس برم رخ داد. باورها به این است که آقای نجیب الله رئیس جمهور ازبق افغانستان توسط پاکستانی ها زمان کشته شد که طالبا به کابل رسیدند. یافته های شما چی است؟ کی را مقصر اصلی میدانین؟ ابایم یک شخص سیاسی بود. البته با وقت طالبان، به روزی که طالبان ورود کابل میشه کشته میشه و به دار آویخته میشه. اما تا به امروز هیچ نوع بررسی یا تحقیقی که حتی از ملل متحد، من یادم میاد به مارچ 1997 مادر ما آقای کوفی عنان که مو وقت سکرتری جنرال ملل متحد بودن دیدیم و امی تقاضا را رسما ازشان کردیم که باید یک تحقیق صورت بگیره که به چی گونه و به چی شکل ابایم کشته شد با کاکامدزی. اما این تا به امروز صورت نگرفته و ما صرف طالبه و اونایی که طالبان پشت میکنن البته مقصر نمیدانم. تنها اونایی که مثلا سیاستش پشت نکردن، اونایی که برش خیانت کردن،
اونایی که در حزب بودن یا با اپوزیسیون بودن همراهش به یک میز نشستن همچنان مقصر هستند و شمول کشورهای خارجی که دخیل جنگ‌های درونی و تا به امروز جنگ تروریسم در افغانستان است. طوری که شما یادآوری کردین تا امروز افغانستان شاهد جنگ‌ها است و مردم آرامش ندارند در این کشور. به خاطر حل بحران‌ها آقای نجیب الله پدر شما چی اندازه مصمم بود و چی می‌خواست؟ خب من فکر میکنم من از یک جوان، یک ژورنالیست، یک افغان، شما همچنان میگین که کافی کوشش کرد تا ای که پروسه صلح در افغانستان کامیاب شود. افغانستان مستقل میخواست، افغانستان قوی میخواست، افغانستان میخواست که به صلح و به آرامی مردمش زیست بکنن و اولادایشان بتانن تا به نسل‌های آینده کشور خود به پیش من حیث کشورهای دیگه ببرن. یک افغانستان دموکرات و آزادی ها، چیزی که امروز وجود نداره متاسفانه. و حتی من میبینم که از طرف کشورهای بین المللی و خارجی همونایی که نخواسته بودن که پروسه صلح کامیاب شود بعد از جنگ سرد، امروز میگن که او دیرش باید اجازه داده میشد که برآورده شود و ما غلط کردیم. لذا من فکر میکنم که کلانترین خواهش از او و چیزی که او میخواست امی بود که افغانستان به سر پای خود استاد شود. افغانستان باشه که در اونجا صلح باشه و آرامی باشه و جنگ خاتمه بیافته.